حکومت ایران نظام روادید یا ویزا را یک باره برای 33 کشور جهان از جمله برای شهروندان تاجیکستان بیکار کرده است. در این باره روز 14 دکامبر سال 2023 خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از قول عزت الله زرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای مردمی ایران خبر داد. زرغامی گفته است بیکار کردن روادید با 33 کشور جهان از جمله با تاجیکستان را وزارت او پیشنهاد کرد و حکومت از آن پشتیبانی کرد. وزیر ایران گفته است که اکنون سفر شهروندان 33 کشور عالم به ایران آسان شد و آنها می توانند با جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و مذهبی ایران از نزدیک آشنا شوند. زرغامی از جذابیت ایران برای سیاحان خارجی یادآور شده گفته است که ایران با 27 آثار میراث مادی بشریت در جای دوم و با 24 آثار غیر مادی بشریت در جای پنجم قرار دارد. بنا به اطلاع ایرنا 33 کشوری که ایران نظام روادید را با آنها به صورت یک جانبه بیکار کرد از 4 قطعه مختلف عالم بوده، 17 کشورش از قاره آسیا است. خبرگزاری ایرنا خبر داد که ایران از جمله ویزا را با این کشورها بیکار کرده است: هندوستان، روسیه، امارات متحده عرب، بحرین، عربستان سعودی، قطر، کویت، لبنان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، تونس، موریتانیا، تانزانیا، زیمبابوه، موریکی، سیشل، اندونزیا، برونی دارالسلام، ژاپن، سنگاپور، کامبوجا، مالایزیا، ویتنام، برزیلیا، پیرو، کوبا، مکزیک، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوینیا، سربیا، خرواتیا و بلاروس. خبر عزم تاجیکستان ایران برای لغو نظام روادید بین این دو کشور همزبان ماه نوامبر در جریان بازدید رسمی رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی از دوشنبه رسانه‌ای شد. در جریان آن سفر دوشنبه و تهران یادداشت تفاهم درباره بیکار کردن ویزا را امضا کردند. اکنون نوبت تاجیکستان است که ویزاش برای شهروندان ایران را بیکار کند. بر اساس آن یادداشت امضا شده، ویزا بین تاجیکستان و ایران به خاطر رشد مناسبت‌های دوستانه میان مردمان دو کشور از بین برده شده. برای اجرا شدن این سند شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند بدون روادید تا 30 روز به کشورهای همدیگر سفر کنند. بیکار شدن نظام روادید بین تاجیکستان و ایران یک نمونه آبشوی یخو در روابط این دو کشور همزبان بعد چندین سال تنش‌های میماند که این تنش‌ها را حتی به جنگ سرد شباهت می‌دادند.